قبول کودکان به صنف یکم مؤسسه‌های دولتی شهر دوشنبه طریق برنامه eDonish برای دسترس نمودن برنامه eDonish از براوزر دلخواه وارد شده در سطر جستجو eDonish.tg نوشته تکمچه جستجو را پخش نمایید. در صفحه اساسی از طرف راست با علامت سه خط پخش نموده و صنف یک را انتخاب نمایید. تکمچه بقدرگیری را پخش نمایید. رقم های موبیلی خود را وارد نموده انتظار SMS پیامک شوید. رمز 4 رقم را وارد نموده تصدیق کردن را پخش نمایید. با سازشنامه شناس شده هنگام ضد نبودن تکمچه به پیش را پخش نمایید. معلومات درباره عریضه دهنده را پر کنید. درجه مناسبت را انتخاب کنید. ناحیه را انتخاب کنید. نام، نسب و نام پدر را نویسید. جنس را انتخاب کنید. رقم شناسنامه خود را درج کنید. هنگام انتخاب نمودن ناحیه، سراغه‌های به ناحیه داخل پیشنهاد می شود. سراغه استقامتی خود را انتخاب کنید. رقم کوچه و خانه را پر کنید. در ارزانه مذکور شناسنامه خود را باربرداری کنید. در قدم اول طرف پیش شناسنامه را درست رسم گیرید. در قدم دوم طرف پس شناسنامه را درست رسم گیرید. شهروندانی که از روی سراغه قرض زندگی نمی‌کنند، معلوماتنامه از جای استقامت را در ارزانه مذکور درست رسم گرفته وارد نمایید. پس از معلومات خود را پر کردن، تکمچه به پیش را پخش نمایید. معلومات درباره فرزند عریضه دهنده. در این قسمت معلومات فرزند خود را پر کنید. نسب، نام پدر، سنه تولد، جنس، ملت، رقم شهادتنامه تولد، زبان تعلیم. در ارزانه مذکور شهادتنامه فرزند خود را درست رسم گرفته باربرداری کنید. تکمچه به پیش را پخش نمایید. معلومات درباره مکتب‌های میانه، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و مؤسسه‌های تیپ نو. هر یک مؤسسه منطقه فراگیری خود را دارد. به شما مؤسسه‌های پیشنهاد می‌شوند که از روی فراگیری به سراغ زیستی شما مناسبند. شما می‌توانید یکی از آنها را انتخاب نمایید. تصدیق کنید که معلوماتی پر کرده شما درست میباشد. هنگام نادرست پر کردن معلومات عریضه شما بیکار کرده می شود. تکمچه ثبت را پخش نمایید. عریضه شما کارکرد شده ایستاده است. SMS پیامک را انتظار شوید.